با نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستای عزیز، بازم به کانال یوتیوب رادبورگ خوش آمدین. عبدالمجید امیری هستم از برنامه دیدنی و جالب سعی کن خندید. دوستای عزیز، امروز آمدیم داخل پارک ترقی هرات. دوست خواستیم که یک سوژه آماده ساختیم بخاطر دوستا پیش ببریم. سوژه میفهمیم دوستا در رابطه چیه. هر دوستی که شکار کاملی باشه پرسان میکنیم خاطره تو چیه. هر دوستی که بتونه یک خاطره جذابتر و جالبتر برای ما تعریف کنه برای از جایزه میدین. خب امیت قدم زده میریم ببینیم. امیت که دیدمش یک از دوستام اینجا نشسته هستن و فکر کنم به تفریح آمدن. سلام علیکم. سلام، خسته نباشه. سلام، خوبیم صد من. تشکر، سلامت باشین. شما خوبه؟ زنده باشین. اسم مقبول شما؟ سمیر، یک تن از باشندگان شهر هرات. سمیر جان، امروز ببینم آمدیم داخل پارک، خیریت باشه؟ به خاطر تفریح آمدم. امروز کم دلتنگ شده بودم. چی رقم فضا هرات خوش داره؟ خیلی خوبه، امیدوارم که از این بهترتر شه. ان شاء الله. سمیر جان، برنامه ما امروز سوژه در رابطه به خاطراته. هر دوستی که بتونه خاطر جالب‌تر برای ما تعریف کنه ما برای از جایزه میدیم. شما جایزه دوست دارین بگین؟ دیگه مشکل به جایزه کنی، گرچه اصلا به یادم چیزی نمونده فعلا. همین که من گرفته تر بودم به خاطر همین آمده بودم. ان شاء الله که پیرا بعدی برنامه بعدی شما میتونم خاطرات یادآوری کنم. برنامه ما تفریح بیشتر قصه میکنیم، اختلاط میکنیم و حالا کلیت شده است خاطراتی که داریم به زندگی از دوران مکتب بگیم برای ما، از اتفاقاتی که به زندگی شما افتاده و ممکن شما جایزه رو ببره. دیگه خاطره بزین شما نیه؟ هیچ متاسفانه دیگه. سمیر جان، هیچ بیاد معلوم میشه شما عاشق شده. نه یو گپ کنی اصلا به خاطر از این مورد بدون که چی گپ کنی؟ عاشق شدن گپ کنی؟ عاشق شدن که گپی است، گرچه ما به او فاس فعلا نیم. چرا بله دیگه فکر نکردین بهش؟ دیگه فکر بکنم البته چند سال قبل. البته چه کار شد نتیجه؟ دیگه نتیجه فعلا 4 سال طول کشید، بعد از 4 سال هم منفی برآمد. خیلی مشکله، بعد از 4 سال نتیجه منفی داشت. دیگه ایت بود که مستر نصیب نبوده دیگه. خب به نظر شما چی باعث میشه که انسان عاشق بشه؟ دیگه دل دیگه یک بار کشف میکنه وقتی که میبینی یک نگاه میبینی که شفته میشی. شما خصوصیاتی که طرفته شما بیشتر شفتی از او شدیم، جذب شدن چی بود خصوصیت از او فقط اخلاق بود، شیرین زبونی بود. بله دیگه بیشتری شما بره هویش دیگه از قلب ممکنه تا کوشش میکنم که بره، چون انسان خیلی افسرده میسازه، بیخی آدم کسل میسازه از کار و بار، از درس، همه چیزه. شما پس برای ما چون سوژه خاطرات اتفاق اولی بگیم چگونه آشنا شدیم، با چی قسم اینا رو دیدین و چی چیزی باعث شده همون لحظه احساسی که پیش شد شما برای ما تعریف کنیم ان شاء الله جایزه رم بشه. مسیر من از اون طرف بود. مسیر من همیشه وقت از اون طرف بود. کورس میرفتیم مکتب همینجا کاروبار میکردم. مسیر من همیشه همین طرف بود، فقط 2 دفعه الا 3 دفعه بازم کوشش کردم که نبینم، مچ میکردم بازم میدیدم نمیشد. میدیدیم چی احساس پیش میشد شما؟ دیگه یک تپش به ما یک استرس پیدا میشد. بله یعنی عشق که پیشوی قلب تون میزنه. بله البته. شما تجربه شاید نکرده شما تجربه کردید. شما تجربه کردید؟ تجربه کردم دیگه. هر تجربه فعلا شما یعنی ممکن انسان چندین بار عاشق بشه. شما خو یک بار میگم عاشق شدم نه دیگه. بله اشته نمیشه. خوب باز عاشقم همیشه آدم به یک نفر باشه بیتره. ایت بعد عوض گفته میشه، عوض نمیشه دیگه. یک باری برای یک باری عشق پاک باشه. سمیر جان تشکر که به برنامه شرکت کردین، به خاطر که از اتفاق اولین عشق خو برای ما گفتیم و درد دل کردین. اجازه هم خدمت شما. زنده باشین، سلامت باشین. گفتنی به دوستایی که خارج از کشورن دارین بفرمایید. گفتنی من همینه که برای تمام دوستای کسایی که خارج از کشورن بیایم به افغانستان، بیایم به کشور خود دست به دست هم بدم، اتفاق اطاعت کنم تا کشور بسازم. ان شاء الله موفق باشید. تشکر. خب دوستان عزیز قدم زدن بریم ببینیم کی دوستا دیگه برابر میشه. شکار کامل میشه. ادامه داره. خب دوستان عزیز برنامه ادامه داره و یک دوستا دیگر در کانال ما میشه معرفی داشته باشه. به نام خدا احمد قیس یوسفی هستم. چی اومدن؟ همین طبیعی اومدیم تفریح ببینیم، هفته خوبه. نام خدا. دیگه جوانا شهر میگه داخل پارک ببینیم. بسیار عالی. امروز ابری بود بیشتر باران داشت، درسته؟ فکر می‌کنم خیلی شفاف نشد امروز. نام خدا. بله با این واسطه که شفاف شده و خوب و پاکه.
چهار طرف پارک درخت‌ها و اینا. نام خدا. حمید قصچان عزیز، ما سوژه امروز ما در رابطه با خاطرات، هر دوستی که بتونه خاطر جالب‌تر برای ما تعریف کنه برای از جایزه میدیم. شما از اتفاقات زندگی خوب فرق نمیکنه، حال داستان شما عشقی بوده غیر عشقی بوده، اتفاق یا خاطر خوبی که با دوستا دارین، تنها داشتین، همون میشه برای ما تعریف کنیم یک خاطره؟ خدا خاطره که بس هر جوانی که چی کنه خود خاطرها خیلی زیاده داره دیگه. به خدا خاطره خو خیلی آدم که خاطره بگه، سفر بگه، ای بار بگه، داخل شهر بگه، اتفاقات خیلی که شما کدوم که خوش دارین دیگه. فرق نمیکنه دوستا کدی خاطره پرسان کنم. عاشق هم شدین شما؟ عاشق خدا دیگه، عاشق آدم‌ها چرا عاشق نشه. و از خاطرات از زمانی که عاشق شدین بگیم، اولین دیدی که داشتین به طرف چی باعث شد، چی احساس داشتین؟ عاشقی دیگه آدم یک نگاه عاشق میشه دیگه، خود دیگه یک نگاه اگه از طرف خوش تو بیای عاشق میشی دیگه. طرف ایده از دور دیدین یا از نزدیک دیدین؟ نه دیگه نزدیک دیگه، دور خب عکس دیگه، عکس هم نگاه میکنی اسنپ چپ تو همه چیزی فتوشاپ اینا دیگه. نزدیک تو نبینی خب کی آدم. آره بعضی دوستا که از طریق فضا مجازی عاشق میشن، چی از طریق تلگرام و فیسبوک و نمیفهم از این طریق اونا عشق گفته میشه مثلا شما؟ نه دیگه عشق چی گفته میشه، دیره میکنه سلام جگر من نفس من فلانی و فلانی قضا خیرم که میرم هم دیگه را خو انسی که بچی میکنم نگاه میکنی و پس پشیمون میشم والله شوله شد پوله شد بونه که من چون مادر من چون گفته دختر کوکا خو مگه بستنی دختر ماما خو بستنی اول خوش چیزی خور میکنم خودم اول که عکسو فتوشاپ کردم. آره دیگه خودم چند وقت خوب جگر و اینا دارم دیگه، بعد که باز دل اینا که کمک چی میشه باز بونه و اله کنی والله مادر من دختر کوکا میگفتم به مگه بدی و چون بستنی یا دختر ماما یا دختر عمه و پس هم یک چیزی فضای مجازی اینا بیشتره برای کسایی هست که ساتیری و پیشنهاد شما برای دوستا چیه که از طریق فضا مجازی عاشق نشن یا از به طور زنده باشه؟ چرا؟ چیزی که مثلا شما فضای مجازی خودی هم خود نام هم بالینه که فضای مجازی اون کسی مثلا به زی خاطر نمیتونه که او از اون طریق چیز امسار خوی برای خود پیدا کنه، یعنی فقط برای چهار و ساتیری و بخند و اینترنت مفته که پیدا کنه برای از گوشید خوار خوب برای تو پیام میده یا از گوشید پیار خو مادر خو 4 روزی با پاسپورت بلاک میکنه. دقیقاً. بسیار عالی بدین یک خاطر از دوران مکتب بگیم. دوران مکتب دیگه ما دیگه از صرف لعب می‌خورده. به خدا دیگه ما دیگه لعب که ما خوردم فکر نکنم یک بچه تا مکتب خورده باشه. چله خیلی شوخ بودین شما. یار شوخ بودیم به مکتب لیستی جمعی بودیم از صنف اول. هم دورانی بود دیگه ما هم داخل مکتب یعنی باند تیار میکردیم دیگه باند بازی بود وقتی بنام باند ورشه. یک روز سر معلم بیام آدم تاسین فرمود گفت که میخوای اسکینه گفتم بفرمایید سر معلم صاحب خیریته گفت تو باند تیار کردی گفتم نه سر معلم صاحب بعد کرده باشین به خدا تو رمود میندازن گفتم نه سر معلم صاحب بعد کتاب خورده بعد بیا بیداره وقتی اینجا ساعت روز وزیری را که نه به خدا ما باند نداریم چی نداریم دیگه هم خاطره مشهور شده بودین در کار. یاره دیگه مکتب میرفتی دسین فونه مکتب رخصتی میرفتی میگیرتی خود تا مکتب بدر میشدی. واقعا دوران خوبی بود. خیلی دورانی هست که یعنی باور کنیم دیگه هم طول تاریخ دیگه مگر این دورانی نکاس تیر کرده باشه. بسیار عالی. سپاس از شما که به برنامه اشتراک کردین و خاطر زیبایی هم داشتین. به خاطر از اینکه دوران وحشت شما باند داشتین این هم خدمت شما. برای صف سفید داشت. گفتنی به دوستا دارم تقدیم کنم. سلامتی تیار خوشحال باشم دیگه فقط دوست عزیز جا شما خیلی طوری که می‌بینیم به تصویر داخل پارک ترقی هرات نام خدا یک فضای بسیار زیبا بعد از اینکه بارش ببرید یک خیلی صاف هوا و خیلی زیبا معلوم بشه همین قدم زده میریم و دوستان ما معلوم میشم از می‌جیم می‌خواستیم که اونا هم به برنامه اشتراک بکنن می‌بینیم که دوستان اینجا چیکار می‌کنن. سلام خسته نباشین. سلام علیکم بخیر. زنده باشین سلامت باشین. اسم شما؟ اسم نصرت الله. نصرت الله جان مصروف چیکار بدین شما؟ مصروف درس بود امروز امتحان داره. نام خدا. امتحان چی داره؟ امتحان انگلیسی. انگلیسی خیلی خوبه. نصرت الله جان عزیز برنامه متفریه امروز در رابطه با خاطراته. بیشتر خاطرات عاشقی. شما تا عاشق شده؟ نه. چرا عاشق نشده؟ عاشق نشدم دیگه شرایط مساعد نبودید. اگه شرایط مساعد باشه عاشق میشه؟ مچم دیگه معلوم نیست آدم از آینده خبر نداره. دقیقاً میگن که عشق به شرایط کار نداره، به پولی کار نداره، به مشکلات کار نداره. یک دفعه دل دیگه که عاشق شد عاشق میشه. چی میگن شما؟ خویت هست دیگه ما اصلا دیت جای تالی نشده شاید بشده باشیم یک چیز خوش ما بیامده باشه
ایتا همیشه درگیر مصروف درس‌ها و بله. کارا به عشق فکر نکرده. نه ایتا مصروفیت خیلی بود بله. ولی از قدیم گفتن میگه دیگه نمیکنه مرا راضی هندسه و ریاضی درس خانگیم شده چی عشق. شما قدر درس میخونین خودتون پیر میکنیم بریم کمی بیرون عاشق شین ببینیم. همه عشق ما درس من. درس شما نه؟ بله. نه خدا نه خدا. یعنی قصد ازدواج داریم شما؟ بله. دوست داریم ازدواج شما عاشقانه باشه یا عاقلانه باشه؟ منظور از عاقلانه اگر انتخاب پدر و مادر باشه که انتخاب خود شما باشه؟ انتخاب پدر مادر باشه اونا به خیر منه فکرم بله. خیلی خوب. یعنی خود شما نمیخوایم انتخاب کنیم؟ نه دیگه اصلی شریک باید آدم خود انتخاب کنه. باز اونا که با خیر و صلاح آدم یک تصمیم میگیرن. دقیقاً. دوستایی که از طریق فضا مجازی عاشق میشن، از طریق گوشی و از طریق مسنجر و تلگرام اینا، نظر شما عشق از اینا نتیجه میده نمیده؟ نه عشق مجازی اگر نتیجه میداد نایت خوب عشق هم نیه. آدم مصروف هم میکنه اما کارا عباس بیوده. دقیقاً. بله. خب تشکر از شما که برام اشتراک کردید. سلامت خب دوستان نظریات متفاوته ببینیم که نظرات دیگه در رابطه با خاطرات داستان‌های عشقی چه عشق به زندگی خوبه نیه که عاشق شدن که نشدن اولین باری که عاشق شدن چی است بدون رخ داد خودم همراه باشین. دوستان عزیز که به تصویر ببریم اینجا 100 تا از دوستان ما استادن نام خدا فکر کنم به تفریح آمدن همگی خسته نباشین ان شاء الله. سلامت باشین وقت شما بخیر. اسم شما؟ بیننده شما ابراهیم محمدی هستم از ابراهیم جان عزیز. ولایت بادغیس. بسیار عالی. خوشحالم ما برنامه اشتراک میکنین خود دوستان بودیم یا تنها؟ سلامت باشین همچنان خرسند هستیم که شما رو با خود داریم ولی خود دوستان همچنان هم به درس و هم تفریح و هم صحبت داشتیم. چی رقم امروز فضای ایراد نام خدا زیبا شده نه؟ خدا رو شکر بخیر خیلی هم زیبا عالیه. ابراهیم جان عزیز خب برنامه ما امروز جایزه هم داره ما در رابطه خاطرات میپرسیم شما خاطرات زندگی شما اتفاقات زندگی شما و مهمتر از همه سوژی ما در رابطه به اینه که شما تا عاشق بشدین یا خوشبختانه نه هنوز عاشق نشدم به خاطرات زندگی که زیاد است خاطراتی. حالا شما معذرت میگیم عاشق نشدم خوشبختانه یعنی آدم عاشق نشه خوشبخته؟ بله دیگه فکر میکنم کسی که عاشق میشه نمیرسه از بیتره که اون نشه بیتره بیغمتر. حتما شما نرسیدی. میگم بله میگم نرسیدم. خب اول شما گفتیم عاشق نشدیم ولی عاشق بشدین شما فکر میکنم. نه اشاره میکنن میگن ابراهیم جان عاشق شدن. خب قبول بکنین عاشق شدن. خب همین اول باره که شما عاشق شدن احساس شما چی بود نسبت به یعنی چی اتفاقی به دل شما افتاد؟ است شما خوشحالی بود است چی بود؟ البته اگر واقعیت بگم که عاشق نشدم بازم که اینقدر شما اصرار میکنیم یک سیجالی داره. ایست میشه بگیم چی رقمه مثلا دل شما گفته بعضی داغ میکرد مخ میکرد چی رقمه؟ نه اون تو خوشاینده. آفرین. فکر می‌کنیم بریم به فضا بریم به طبیعت سبز. آفرین. همیشه میخواد شما در قالب از توصیف کنین. فکر کنم دوستای اشاره دادن گفتن شعرم شما بلدین بگین درسته؟ شعرم کم سری بلدم. خب دوستان ما از ابراهیم جان یک شعر میخوایم برای ما به وصف عشق باشه تقدیم کنن اگه شعر عاشقانه بود مثل لوکس بود برای جایزه هم بده. عاشقی گر جرم باشد بیگمان دارم زنید یا دریده سینه ام را یا برگبارم زنید من که عاشق گشتم باکی نباشد از خطر گر که صد بمب اتم را سوی انبارم زنید تا من عاشق به دنیا سرولندی ها کنم سرخطی اخبار دنیا را ز اخبارم زنید. به نام خدا ابراهیم جان امکان نداره شما عاشق نشده باشین همچین شعری به ساخته خود شما بود یا نه از دیگه شاید؟ نه از آقای سادات است. بسیار یک شعر زیبا بود خیلی زیبا بود و این از عمق دلم کور دل گفته ما شما ایرتیای عشق شما نشون میداد. عاشق شدیم دیگه. عاشق شدیم. دوستا بالاخره ما گفتن ولی برسیدیم یا نرسیدیم شما؟ نرسیدیم ان شاء الله که برسیم. ابراهیم جان خوشحال شدم با برنامه اشتراک کردین و برگ سبز سفید درویشی هم خدمت شما. ممنون شما. زنده باشین سلامت باشین. دوستا شما هم فکر کنم عاشق شدن نه از این پرسان کنم. هستم برم یک طرف. سلام خسته نباشین. خوب می؟ سلام وقت شما بخیر. سلامت باشین. اسم شما؟ نقیب الله ولیزاده از ولایت بادغیس ولسوالی جوند. بسیار عالی. نقیب الله جان عزیز شما به ایراد میبینم ایراد جان آمدین به شهر زیبا ایراد آمدین چی رقم آب و هوا اینجا؟ نام خدا آب و هوا خیلی خوب است به خصوص امروز بسیار یک آب و هوای قشنگ و زیبا دلنشین است. سلامت باشین. چی رقم دوستای ایراتی شما مردم ایراد شهروندای ایراد برخورد اینا؟ خوب هستن خدا را شکر بازم جنگل است دیگه تر خوش خود داره. بسیار عالی.
خاطرات خوش بیشتر از هرات داریم یا از بادغیس؟ خدا رو شکر خاطرات خوش از هر دو جانبه دارم. خب فرق میکنم. از هرات به حساب درس تعلیم خیلی خوب است. بسیار عالی. ابراهیم جان دوست شما اشاره کردن گفتن نقیب‌الله جان عاشق شدن، میشه بگیم چند بار عاشق شده؟ متاسفانه عشق خود یک کلمه ای که نمیشه به یک چیز ما او را اطلاق کنیم. میشه که عاشق مادر، پدر، دوست، دیگه عاشق خدای خود شویم. نام خدا. بسیار عالی. خب شما فعلا عاشق کین شما؟ ما فی الحال اولتر از همه عاشق خدای خود هستیم که ما را پیدا کرده و به ما همچنان اجازه داده، مانند این که نه که دخترها امروز من هستن، ما شکر خدا مرد هستیم میتونیم درس تعلیم خود پیش بریم و دیگه هم عاشق پدر و مادر خود هستم که من به دنیا آوردن و بزرگ کردن تا اینکه به اهدافی که دارم برسم. بسیار عالی. نقیب‌الله جان خب بعضی بگین که مجرد این متعلق شما؟ مجرد هستم. مجرد. دوست دارین ازدواج شما عاشقانه باشه یا نه همین اتفاق هرچی شد شد؟ خب هرچی که حالا من هرچی بگم دوست دارم، هم بازم هرچی که از روزی ازل نوشته شده باشه همون میشه. دقیقاً همون. دوست داریم والدین انتخاب کنین نه خود شما انتخاب کنین؟ خود من انتخاب کنم بهتر است. بهتره نه؟ پس دوست دارین عاشق باشه؟ تقریبا میشه گفت بله. خیلی خوب. یعنی تا فی الحال به زندگی شما اتفاق نیفتاده باشه که نسبت به شخص بگم، نسبت به پدر و مادر نه، نسبت به معنویات نه، یعنی نسبت به یک دختر باشه شما احساس عشق داشته باشین؟ نه متاسفانه. شما نام خدا آدم خوش اخلاق معلوم میشین ولی احساسات شما نام خودت سنگینه و میگم عاشق نشدم، امکان داره؟ بله امکان داره، چون که ما بیشتر عاشقای امروزی که هستن به داخل می پانتینا و کورس ها میشن، اما الله را شکر من نی به کورس امروز دخترها بودم نیم به پانتین. یعنی دو سال باشه اتفاق افتاد؟ خوب تقریبا به بعضی مسائل باشه بهتره چون که بعضیا دخترها باشن بهتر درس میخونه، بعضیا که باشن نه درس نمیخونه اوشون به دختر است خوب فرق میکنه. بسیار عالی. اقبال جان عزیز تشکر از اینکه به برنامه اشتراک کردیم. از خاطرات عشقیشون گفتم عاشق نشدم نگفتم، ما یک خاطره از دوران مکتب بگیم برای شما، یک خاطره که خود دوست داشتیم جایزه به شما بدیم. یک خاطره از دیگه جو تعریف کنیم برای ما. مثلا از دوران مکتب بگیم، موقعی که بچه بودین بگیم چی خاطرات به زندگی شما اتفاق افتاد؟ به مسجد بودیم لد میخوردین، به مکتب بودیم لد میخوردین، شوخ صنف بودیم یا نه قرار صنف بودین؟ خدا رو شکر شوخ هم بودم به مکتب و دیگه این که در مسجد هم که بود شوخ بودم، اما تو شوخی نبودم که لط بخورم. و دیگه خاطر که واقعا خوشاینده که از مدرسه و مسجد اینا دارم این است که من هر کتابی که شروع میکردم از طرف الله پاک کمتر میخوندم دیگه خود من اون میشدم و یعنی تو استعداد داشتم خدا رو شکر. مثلا قرآن شریف من کامل نخوندم و خدا رو شکر کامل یاد دارم. دیگه 4 کتاب حافظ و قطری و اینها کتابای دینی که جان یک شعری هم برای دوستا تقدیم کنه. متاسفانه از شعر و زن منیه و شاعرم نیستم. سپاس از اینکه برنامه دکلماتورم نیستم. خوش می‌کنم و جایزه هم به شما میدیم به خاطر از اینکه دوست دارین شما عظیم مد عاشق باشین. اینم خدمت شما. برای سلامت باشین. سلامت باشین. موفق باشین. سلامت باشین. سپاس فراوان از تک تک شما اعضایی که تا اکنون بیننده کانال یوتیوب رادبورگ بودین. خدا کنه که از برنامه زیبا و دیدنی سعی کنه خنده لذت برده باشین. دوستای عزیز تا برنامه دیگر که از کانال یوتیوب رادبورگ با شما خواهیم بود و لبان شما رو به لبخند جاری خواهیم ساخت. شما رو به الله منان و یکتا می‌سپارم. شب و روزتان خوش. بدرود.